اندازه های لازم برای رسم الگوی شلوار: 1. دور کمر. 2. دور باسن. 3. گشادی دور زانو. 4. گشادی دمپای شلوار. 5. قد شلوار از قسمت پهلو که از کمر تا زمین اندازه گرفته میشه. بلندی فاق که از کمر تا کف نشیمنگاه رو اندازه میزنیم. قد توی پای شلوار که از اندازه قد شلوار منهای بلندی فاق به دست میاد. قد از فاق تا زانو که از اندازه 1/10 توی پا منهای 1/2 توی پا به دست میاد. پهنای باسن در جلوی شلوار که از اندازه 1/4 دور باسن منهای 1 سانت به دست میاد. پهنای باسن در پشت شلوار که از اندازه 1/4 باسن منهای 0 الی 1 سانتیمتر به دست میاد. و آخرین اندازه 1/4 پهنای باسن پشت شلوار هست. این اندازه ها رو با توجه به این فرمول ها به دست بیاریم. خب بریم که اندازه های لازم رو روی تن شخص بگیریم. دقت داشته باشیم بچه ها، تن شخص مورد نظر باید لباس جذب باشه و الان حتی این شلوار جینی که تن عزیزمون هست نباید باشه، ولی حالا به هر حال چون چاره دیگه این نیست من از روی شلوار میگیرم. بر فرض مثال که تن شخص لباس خیلی جذب و نازکی هست. دور کمر رو در گودترین قسمت کمر اندازه میزنیم. در صورتی که لباس تن شخص نباشه 1 انگشت زیر متر آزادی میدیم. قسمت دور باسن رو دقت کنید، از برجسته ترین قسمت باسن متر رو از پشت حلقه میکنیم. در قسمت جلو عدد متر رو میخونیم. در صورتی که شخص مورد نظر شکمش برآمده باشه، با دقت اینکه متر حرکت نکنه، متر رو تا برجستگی شکمش میاریم جلو و به این صورت اندازه میگیریم. اندازه بعدیمون قد شلوار هست. از قسمت خط کمر که البته بچه های مبتدی بهتری که در گودی پهلو و کمر روی قسمت خط کمر یک نوار کرسله ببندن. 0 متر رو میندازیم به طرف پایین. از قسمت خط کمر عدد متر رو میخونیم. دقت کنید بچه ها، اگر خواستین قد فاقتون کوتاه باشه الان قد فاق رو کوتاه نمی کنیم. قد اصلی رو میگیریم و قد فاق رو اگر خواستین کوتاه کنین روی الگو. خب قد زانو رو از خط کمر تا قسمت پشت زانو، یعنی خط تای زانو از پشت از کمر تا اون نقطه رو اندازه میزنیم. اندازه بلندی باسن رو هم به این شکل از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن اندازه میزنیم. خب بچه برای اینکه دور ران و دور زانو رو اندازه بزنیم بهتره که پا به این حالت تا شده باشه، تا عضله کاملا باز باشه و به این حالت قسمت دور ران رو اندازه میگیریم. البته اندازه دور ران زیاد لازم ما نیست چون روی الگو اصلا باش کار نداریم، ولی برای کنترل میتونید بگیرید. دور زانو رو به این شکل دیگه زیاد آزادی بهش نمیدین چون پا در حالت تا شده هست. اندازه گشادی دمپا هم سلیقه‌ای از این قسمت به این حالت و اندازه دلخواه میتونه تنگ باشه، گشاد باشه و هر شکلی که دوست دارین. اندازه دمپا رو هم سانت میزنید.
خب بچه دقت کنیم، قد نشیمنگاه یا بلندی فاق رو میخوایم اندازه بزنیم از خط کمر تا کف صندلی، دقیقاً تا اون قسمتی که باسن تخت شده اندازه میزنیم به عنوان قد نشیمنگاه. خب بچه اندازه‌ای داریم به اسم آمپیژامپ، قد داخل پای شلوار، که ما در متد مولر اندازه قد داخل پا رو با فرمول به دست میاریم، ولی اگر خواستین بگیرین برای کنترل به این شکل متر رو به قسمت زیر فاق کاملا میچسبونیم و تا کف پا به این حالت اندازه میزنیم.